درود دوستان، امروز اومدم با سه کردن چالش قرش کمانه‌ای بریم با هم سه کنیم. خب دوستان، اول چمپیون رو اونجا انداختم تا این اینفرنو رو بزنتش و بعد برای گیج کردنشون حالا این حرکات رو انجام میدیم تا این نیرو که میخوان چمپیون رو بزنن و دفاع کنندن رو گیج کنه. خب دوستان، همین جوری که چمپیون داره میره جلو بذارید که فایر اسپیترا و ایرا رو هم بزنه و بره جلو و دراگونا فقط اون وسط رو بیان بزنن و دور مپ و چمپیون خودش بزنه براتون و بره. اینجا دیگه تلسمات تموم شد و میایم داخل مپ. خب حالا دراگونا رو آزاد میکنید. خب و به این صورت این چالش هم 3 ستاره شد. لایک و ساب فراموشتون نشه دوستان.